با غذاهای رنگارنگ و با لذت از آن جمله برنجاوه، تیزاوه، منگاوه، برنجاوه، تیزاوه، قلفرتاوه، دوغاوه، شیراوه. احسن. در آن محفل نیز یکی از دانه‌چینان معبد امام علی التربوز و السیو قاق در آنجا نشسته بود و یک سیبی در دستش داشت و پرسید: حضرتم، اگر سیب بخورم چی می شود؟ حضرت فرمودند: اگر سیب شیرین باشد. یکی از شاگردان شاه پرسید: شاهم، اگر کرانتین تمام شود چی می شود؟ آیا کار سر می شود؟ شاه گفت: فرق ندارد، کرانتین تمام می شود نمی شود، کار برای تاجیک پیدا نمی شود. سلام و روز شما بخیر باشد. روایت های از پادشاه عادل در زمان قدیم. بود نبود یک پادشاه عادل به نام پروفسور، منیجر، میسنجر، واتساپ، وایبر، تلگرام، فیسبوک و دکتر علمهای علف و هیزم قاق بود. و یکی از دستاوردهای بزرگش تپک بود که تا امروز مردم از علم این دانشمند ناتکرار و بزرگ برخوردارند. روز مجلس آراسته بود که در آن مجلس به سؤالهای مردم جواب می گفت و مردم را پند و نصیحت می کرد و در آنجا یکی از شاگردان با وفایش نشسته بود و زمستان نیز فرا رسیده بود و کم کم برف می بارید. این کاسلیسی دربارش، یعنی همان شاگردی با وفایش، دانه‌چینی درگاه و تازه کنی پایافزالهایش، از حضرت سلطان امام علی الرحمن، ببخشید، از شاه شاهان، دانای جهان، شاگردش پرسید: یا حضرتم، اگر برف ببارد چی می شود؟ حضرت مشامی خنده کردند و فرمودند: اگر برف ببارد زمین سفید می شود. و آن شاگردش دوباره پرسید: حضرتم، اگر باران ببارد چی می شود؟ بزرگوار فرمودند: اگر باران ببارد زمین تر می شود و سیلخیزی زیاد شده خانه های مردم ویران می شود. و بانک جهانی به ما کمک می کند و نزدیکان من صاحب رزق و روزی فراوان می شوند. یکی از خطیبان دربارش نیز در آن محفل حضور داشت. یک دفتر در دستش سخنهای پرمعنای شاه دانا را کتابت می کرد، یعنی می نوشت. پرسید: شاهم، اگر باران و برف نبارد چی می شود؟ شاه فرمودند: اگر باران و برف نبارد زمین خشک می ماند و در این حالت هم خشکسالی شده بانک جهانی کمک می کند. و جناب فرمودند: بانک جهانی از ما راهی گریز ندارد، باران ببارد یا نبارد به ما باید کمک کند. احسن. در آن محفل نیز یکی از دانه‌چینان معبد امام علی التربوز و السیو قاق در آنجا نشسته بود و یک سیبی در دستش داشت و پرسید: حضرتم، اگر سیب بخورم چی می شود؟ حضرت فرمودند: اگر سیب شیرین باشد دهانت شیرین می شود، اگر تلخ باشد دهانت تلخ می شود.
و آبش از گلویت گذشته به معده‌ات می رود. و شاگردان از جوابهای به نهایت علمی استادشان خوشحال شدند. این پادشاهی بزرگ یک کشوری بهشت آسای داشت که در آن کشور همه خوشبخت بودند و از خوشبختی نان برای خوردن نداشتند. چنان غم مردم را می‌خورد که به خاطر سلامتی مردمش گیاهشناس نیز شده بود. یک روز در کوهستان از پس جوستنی گیاه بود و ناگاه خرگوشی را دید و خرگوش فهمید که در برابر شاه قرار دارد. سری تعظیم فرو آورده گفت: شاهم، امری باشد. شاه فرمود: من روزهای دراز از پس گیاهی ثمره بخش و فایده‌ناک می گردم. تو که ای خرگوشک از تمام نوعی گیاه ها می خوری و با خبری برایم مصلحت ده. خرگوشک گفت: ای جناب عالی، ای قاضی القضات، در کوه ها هیچ گیاهی نیست. برو بدنقره و یک درختی فایده‌ناکی را پیدا کن که نامش آلوچه است و از آلوچه کرده هیچ چیز فایده‌ناکتر نیست. از آب آلوچه خمیر بشور و از پوستش نان تندوری و از نانش شکراب ناتکرار. از آلوچه شکراب کرده ای؟ یکی از شاگردان شاه پرسید: شاهم، اگر کرانتین تمام شود چی می شود؟ آیا کار سر می شود؟ شاه گفت: فرقی ندارد. کرانتین تمام می شود نمی شود، کار برای تاجیک پیدا نمی شود. اما یک پیشگویی می کنم فرمود شاه که خیلی خبری خوشحال کننده است. اگر کرانتین تمام شود مردم به مهاجرت می رود، البته با شرکت سامان ایر. پس از شنیدن این خوشخبر مردم خیلی شاد شدند و کفگویی کردند و مردم گفتند: این خوشخبر را جشن باید گرفت. با صدای بلند همه با یک آواز گفتند: بیارید شاه غذا را، یعنی شکرابی با آلوچه را، و مردم را اکرام کنید. با غذاهای رنگارنگ و با لذت، از آن جمله برنج آوا، بله تیز آوا. تیز آوا میکنی؟ منگ آوا، برنج آوا، تیز آوا، قلفرت آوا، دوغ آوا، شیر آوا، ترش آوا، شلدر آوا، پیاز آوا، نخت آوا، مشنگ آوا، لوبیا آوا، اوکراب آوا، گشنیچ آوا. ای بچه تیارش منی؟ نه خودش گفت که چل غذا میکنن از هیچی. و هیچی نیافتد، کودک‌ها را سیر میکردن. ریحان آوا، پودینه آوا، چکری آوا، راو آوا، تارون آوا، سنگ آوا، کلوخ آوا و غیره. و همه همین آواها تیار کرده شدند و مردم در صف لقک ها در دست بی صبرانه منتظر نوبت بودند. ما که امنیت آن مجلس را به عهده داشتیم از این غذاها نخوردیم، چون که از همان آواهایش معلوم بود که پیامد خوب ندارد. اما ما دیدیم که با آن نفرانی که از غذاهای پادشاهی دانا و زیرک خوردن چی شد، یعنی حال آنها چی شد. در نوار بعدی برای شما خواهیم گفت. اگر می خواهید دوام قصه را ببینید لایک را فراموش نکنید. خدا حافظ، تا دیدار.